خب این یک مسئله. یک اعلان دوم بعد از همین دستی کشتیگیرها شاه جایزه اتومبیل رنگش سیاه در نام این پیشنهادی راهبری مرکه هست، صاحب مرکه. خب از ما برادر عزیز اعلام کردن است. اتومبیل مرسدس رنگ سیاه در نام شمشاد پهلوان و شکرنمک پهلوان مانده شود. و اتومبیل مرسدس رنگش متالیک سریبریستی در نام فردوس نسیموف و شارف عرفان مانده شود. یک توفه ایتین و 500 سلمانی دیگر شریف جانه و پهلوان دیگر 500 سلمانی تین و یک مشرب پهلوان حاجی مشرب. خب 500 سلمانی شما دادیم همه کمپلیت مانده باشه که کمپلیت دیگر شما بودیم. خب مرحمت اگر خواهیشی گوشتین داشته باشید دادر نزد میدان بید. خب برادر عزیز پیشنهادی راهبر این شد که در اتومبیل حقوق گوشتنگیری دارد از روی پرتافت زیاد و پهلوانای ازبک زبان پرتافت است. هر دو پهلوانا این فردوس نسیموف و جهانگیر مجیدوف میباشد. خب همه راضی هستین؟ همه دستگیری میکنین؟ خب راضی باشیم و برای راضیگی همه مردم هر چاری پرد تیار شد، آمادگی بینید. شارخ 4 تا پرتاف دارد. 4 تا. خب شما گوش کنید. 4 تا پرتاف دارد. لیکن ما اول اعلام کرده بودیم که باید 4 پرتاف زیاد باشد. اما شمشاد پرتاف ندارد یگان پرتاف ندارد. این سبب بازی ما به خلاصه میاییم بعد اینشا باز اعلام میکنیم. یک قالین و یک دفافکا بالا بشینید. دفافکا کنام اینه خب یک بار دیگر این مردم خفا التماس مردم خفا کنین برادر عزیز. دینامیکا رو کشوین سریع دینامیکا رو کشوین. همون مردم رو بیره کنین از میدان التماس برادرها ایلای میدان براین از بالای کویار باز اینجا گوشتین میشود برای ماشین. غالب جان برادرها خفاتر برین بکشوین نمیگرم.
Jahongir Majidov. Jahongir Majidov, Firdavs Nasimov. بین هر دو پهلوانان شاه جایزه و $2000. شاه جایزه و $2000 از نام پیشوای ملت تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمانوف گذاشته شدگی است. یک قرصه زنده لای بالای میدان اکای سهراب رحیموف. مرحمت وارد میدان شوید. شاه جایزه دوم اعلام کرده می شود از نام رهبر دشتیم ملی تاجیکی. معرکه امروزه در نام شکربمت پهلوان و شمشاد پهلوان. تیاریتان ببینید، بعد از همین دست شما گفته میگید. روشین ما نگاه کنید، اکای ظریف. آخران دستی هم پهلوان ها. آخران دست هم اکای ظریف. در گلم مابین برای شاه جایزه جناب عالی جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت ما و شما، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف گذاشته شدگی هست. در این شاه جایزه فردوس نسیموف و جهانگیر مجیدوف فواز میدان است. هر پهلوانات برن اعلام کرده شد. دستی آخرین این دو پهلوان یک کسی دیگر میگن شایفتن آمدن. Sunkan da um Ushin. Da um Ushin e Solis. Ushin da um Solis. Jahongir Majidov. چرا که خوری دسترسی
محمد پهلوان، شمشاد پهلوان. و فلان دستی پهلوانان. پهلوانا بازیشون دوام اتومبیل مرسدس بنز شاه جایزه تحفه از نام جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شون برادر عزیز صد بار گفتیم همین دینامیکا را شما بکشاییم برادر عزیز التماس کشای رای همین دینامیکا را شکر محمد و شمشاد پهلوان. در میدان مابینده شکر محمد مابینده میشکنه پهلوانی بدخشانی کوهی شکر محمد میرامدوف میر محمدوف و شمشاد عبداللهیوف رقوب دو دست دیگر گشتی میگیرم. گوش نکه دیگه سینی شما دوام داده شود دوستین یعنی حد پهلوان گوش نکه
Bizden su işlerdi. Düşkünüz. Yusuf Aziz. İsrail'in eşit tanımlaması. İlk kapatılır. Bu arada çıkan başına اتفاق ولی تحلیل Adını farkını yönetilen bir şey var Aziz. Buna kadar sadece kalan boşaltıyor. Buradaki bayda aynı. Alifana suara di Muslim Pajajaran juga
ماشین خبر می‌یاد. همین. در میدان دو پر دو جفت برای اتومبیل دو جایزه گستین میگیرند. هر دوشان بهتن گستین میگیرند. تا جایی که باز کی حکمی که راهبری مرکه برابر. خب بار دیگر برادران عزیز همه شما مخلصانم از تمام گوشه و کنار جمهوری که تشریف آوردگی هستیم خیر مقدم میگوییم. برادران عزیز یک چند دقیقه های آخری دوستین مانده است. از این سبب آدم به خطاگی نمی شود. شاید از جانب داورای ما خطاگی گذشته باشد، از جانب ما باشد. ما از همه شما مخلصان، از همه شما مهمانان بخشش و عذرخواهی میکنیم و حتما مسلمان باید حلال کند، ببخشد، در دلهای یکدیگر کینه و قدرت نداشته باشیم. همه شما را برایتان تنصیحاتی خانه آبادی تا مرکه دیگر خداوند همه شما را عمری با سلامت نصیب کند که باز در مرکه آینده دیدار کنیم.